گفتن که سلام آقای دکتر، سلام. دختر 16 ماهه‌ای که هنوز راه نیفتاده دیگه طبیعی نیست؟ 1 سال و 4 ماه. حدود 1 سالگی باید بچه ها راه بیفتن. حالا بین 11 ماه تا 13 ماه این قشنگ بر راه بره؟ حالا نه قشنگ ولی باید راه ولی بره. تاتی تاتی بعد یه بره چند قدمی دیگه. باید بتونه بره. حدوداً 10 ماهگی بچه ها میستن، حدود 7-8 ماهگی میشینن، حدود 10 ماهگی میستن، حدود 12 ماهگی راه میرن و اگر یه مقدار 2-3 ماه تأخیر شد بهتر پزشک بچه رو ببینه. کی ببینه؟ پزشک اطفال. اطفال. اگر نشستن و ایستادن بچه خوبه و یا اگر با کمک یعنی گرفتن دیوار و اینها حرکت میکنه راه میره، معمولا راه میفته. حالا با یه ماه دیر و زود اشکالی نداره، ولی اگر اصلا نه میسته نه با کمک راه میره، اینو بهتره که حتما پزشک ببینه. آقا لزومی نداره که مثلا بچه جاری شما 12 ماه و مثلا 15 روزش بوده راه افتاده، الان بچه شما 12 ماه و 16 روزش چرا راه نیفتاده؟ فرق داریم دیگه، هممون با هم دیگه. اینو محدوده داره دیگه، ولی آره. بچه های لاغر معمولا چستر هستن، زودتر راه میفتن، راه ممکنه می‌افتن. 10-11 ماهگی راه بیفتن. بچه های توپل یه مقدار دیرتر راه میفتن، اما دیگه از این 16 ماه بهتره یه پزشک ببینه بچه رو.